این لوگوی قبلی منه و تقریبا مال 3 سال پیشه. برای همین تصمیم گرفتم که عوضش کنم. یه سر به چت جی پی تی زدم و توضیحات لازم رو بهش دادم و نتیجه که بهم داد راضی کننده بود. بلندر رو باز می‌کنیم، عکس یک کتاب به عنوان رفرنس اضافه می‌کنیم، دیفالت کیوب رو حذف می‌کنیم و دوباره یک کیوب اضافه می‌کنیم. توی بخش ادیت مود با استفاده از پروپورشنال ادیتینگ اون رو روی جلد کتاب قرار میدیم تا بتونیم شکل مورد نظرمون رو به دست بیاریم. با استفاده از کلید ای و ابزار اکسترود طول کتابمون رو مشخص می‌کنیم و بعد از اون دوباره می‌تونیم با استفاده از همین ابزار سمت دیگه جلد کتابم درست کنیم. حالا میریم سراغ درست کردن صفحات کتابمون. یه بزیر کرو اضافه می‌کنیم، وارد ادیت مود میشیم. از اونجا توی جهت دلخواه قرارش میدیم و با استفاده از ابزار پن تول دور صفحه ها رو مشخص میکنیم. لبه های دور رو انتخاب میکنیم و F رو میزنیم که پر بشه. برای درست کردن لبه های صفحه‌مون وارد تب شیدینگ میشیم و یه ایمیج تکسچر اضافه میکنیم. بعدش هم با ابزار بلندر کیت به راحتی جلد و صفحه ها رو تکسچر میدیم. برای حالت ورق خوردن هم از 2-3 تا بزیر کرو دیگه استفاده میکنم. منو سابسکرایب کن تا گمم نکنی.